من دلیل این که نگهتون داشتم من میدونین دیگه. توی جاده مسیری که میومدم بعید میدونم من تخلفی داشته باشم، ولی خب ماشینایی بودن که کنار من سبقت گرفتن، ولی خب من حالت عادی رانندگی. کاملا درست میگین، شما واقعا قانون مداری. اصلا علت این که ما شما رو نگه داشتیم قانون مداری شما بود. علت این که به تابلوها و علائم احترام میذاشتین. هنگام سبقت گرفتنم خط مقطع استفاده از راهنما داشتین. از پلاک خودرو شما استعلام گرفتین، هیچ نوع تخلفی برای ثبت نشده. از گواهی نامتون همکار محترم و زحمت کشید در آورد، هیچ نوع تخلفی و نمره منفی تو سوابقتون نبوده. خواهش میکنم. ما کار خوب که خوب زیاد میکنه، ولی فکر نمی‌کردیم واقعا تو رانندگی خوب بخواد در واقع افسر در واقع راهنمایی بخواد از ما تحصیل کنه. خیلی ممنونم از طرف خودم و همه همکارام. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین.